چقدر بار خوابیده اینجا، چه سرمایه. ببینید این یه پارت باره تا اینجا، یعنی الان حداقل 3 تا 4 تا بار اینجا خوابیده. یعنی 4-5 میلیارد فقط همین یه تیکه است. همین یه تیکه 4-5 میلیارد تومان قیمتشه. اشکال نداره، تجار زیاد پول دارن. سه روز بارندگی داریم دوستان. امروز روز اوله، فقط 6 ساعت یا 8 ساعت اگر اشتباه نکنم داره بارون میاد. از صبح داره بارون میاد. 3 روز پشت سر هم زایدان بارندگی و قضاوت دیگه با خودش. این برنجه که باید بره دست مصرف کننده برسه. به خاک سیاه نشسته این تاجرها، همشون به خاک سیاه میشینن با این اوضاع. بابا اجازه بارگیری بدن، حداقل اینا بدبختا باراشونو جابجا کنن. او راستی یه تیکه من ببخشید یه استخرم اینجا بهتون معرفی بکنم. به این چیه؟ ساندیس. ببخشید اینجا رو ببینید. من حالا وارد جزئیات نمیشم و همینجوری دارم راه میرم بهتون نشون میدم. فقط کافیه یک بار رو من برم کنار، پلاستیک رو کنار بزنم بهتون نشون بدم. یک کیسه برنج از اینا سالم در نمیاد. تموم نمیشه، خیالتون راحت. انقدر هست اینجا، انقدر برنج خوابیده که اصلا